امروز میخوام غذایی رو بهتون یاد بدم که خوشمزه تر از قیم است، پس با من همراه باشین. اول کار 2 تا پیاز متوسط رو به صورت خلالی خورد کرده و سرخش کنین. هر چقدر پیاز این خورش بیشتر باشه باعث میشه که خوشمزه تر بشه. به خلال بادام ها گلاب اضافه کرده و بذاریم به مدت 1 ربع بمونه. وقتی که پیازها سرخ شد 2 قاشق غذاخوری رب رو اضافه کرده و هم بزنین. در مرحله بعدی گوشت رو به همراه 1 قاشق چایخوری زردچوبه و نمک اضافه می‌کنیم. کمی از آب گوشت رو به همراه خلال‌هایی که با گلاب خیس کرده بودیم رو می‌ریزیم و هم می‌زنیم. بعد از اینکه خورشت کمی جا افتاد 1 دونه زرده تخم مرغ رو بهش اضافه کنین و درش رو بذارین تا کاملا جا بیفته و آبش رو بکشه. راستی ممنون میشم تا یادتون نرفته دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله رو هم فعال کنین تا عضوی از کانال نایس کوک باشین. اینم از یه پیچخ قیمه خوشمزه و خوش‌طعم که مخصوص استان اردبیله. حتما برای یه بارم که شده امتحان کنین، مطمئنم که عاشق طعمش میشین. نوش جان.